یک فابریکه تولید نمک در ولایت بلخ برای دست کم 500 تن زمینه کار را فراهم کرده است. مسئولان این کارخانه میگویند که آنان ظرفیت تولید 168,000 تن نمک در سال را دارند. شماری از باشندگان ولایت بلخ که در این کارخانه سرگرم کار شده اند از سایر بازرگانان خواهان سرمایه گذاری در داخل کشور هستند. ابرار حیدری با شرح بیشتر. اینجا یکی از کارخانه‌های تولید نمک تصفیه شده در ولایت بلخ است که توانسته برای 500 تن فرصت کار فراهم کند. مسئولان این کارخانه میگویند آنان توانایی تولید 168,000 تن نمک در سال را دارند که میتواند نیازمندی شهروندان کشور را برآورده سازد. 200 الی 500 نفر کارگر و کارمند در فابریکه مصروف کار هستند و همچنان از لحاظ تولید نمک فابریکه پامیر بلو ظرفیت زیر داره که نیازمندی های شهروندان و از تمام هموطنان عزیز ما را شمار از باشندگان ولایت بلخ که در این کارخانه سرگرم کار شدند از سایر بازرگانان می‌خواهند در داخل کشور سرمایه گذاری کنند تا زمینه اشتغال برای دیگر شهروندان فراهم شود. نانآور خانه هستم، حدوداً 10 نفر هستیم در خانه. شکر ما کار ما راضی هستیم. پولی که میگیریم از کاری که میکنیم مدیر صاحبای محترم شکر خدا شکرگزاری میکنیم، راضی هستیم. تنها خواهشی که داریم همین از تجارا اینا بیان سرمایه گذاری کنن تا جوانا بتونن کار کنن در کشور خودشان، نرن آواره کشورهای دیگه شون، مهاجر شون. در همین حال مسئولان در ریاست صنایع و معادن ولایت بلخ از تلاش‌ها برای ایجاد سهولت برای کارخانه‌داران اطمینان می‌دهند و تاکید می‌کنند که به فرمان رهبر امارت اسلامی 20,000 جریب زمین را برای کارخانه‌داران اختصاص دادند که عنقریب توزیع خواهد شد. در سال پیش روی بخیر توزیع زمین است برای صنعتکاران که در شما بهتر معلوم است. 4,000 جریب زمین یک دفعه از طرف وزارت صنعت و تجارت منظور شد. بعداً از طرف امیرالمومنین 20,000 جریب زمین منظور شد که انشالله عنقریب جایز تثبیت می شود. آیت تعیین شده از طرف مقام ولایت بلخ و او به خاطر صنعتکاران توزیع می گردد. مسئولان این کارخانه تولیدی همچنان میگویند در صورت حمایت حکومت در کنار حل نیازمندی های مردم می توانند تولیداتشان را به بیرون از کشور نیز صادر کنند.